هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. با عشق میشه به ثروت رسید، به قدرت رسید. قدرتی که حافظ الان تو جهان داره کمه؟ قدرتی که مولانا داره کمه؟ بابا لیلی و مجنون داستان دوتا عاشق دنیا رو پر کرده، همه جا هست، هر جا یه اسمی روش گذاشتن. قدرت عشق رو دست کم نگیرید. جهان یه روزی میاد پای عشق میشین. الان نگاه کن، این همه اسلحه جمع کردن تو جهان که بهشون امنیت بده. یه ویروس اومده، هیچ موشکی حریفش نیست. موشک بزنید کرونا از بین بره ببینم. هواپیماهاتون رو بلند کنید کرونا رو از بین ببرید. خود خلبانه تو کابین کرونا میگیره، کشتی وسط دریا کرونا میگیره. اومده به ما بگی شما قدرتی ندارید، دوامم ندارید. 20 هزار نفر تو کشور خود ما مردن فقط. خیلی پولدارا بودن مردن، کارخونه دار، پولدار، وضع خوب. آدم بدی هم نبوده، مرد. آدمیزاد میمیره. هیچ کس تو دنیا ابدی نیست، میمیریم. پولدار، فقیر، ما هممون میمیریم. اونی که دکمه رو فشار داد، بمب رو انداخت رو هیروشیما ناکازاکی، 100,000 نفر رو کشت تو یک لحظه. مرد آقا، مرد. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری. ولی ما هممون میمیریم. ببین آقا، آدم از خیلی راه‌ها میتونه پولدار بشه. اصلا میتونه پولدار به دنیا بیاد. بابات میلیاردر باشه، شانست بزنه اونجا به دنیا بیای. نه، طرف میتونه بره دزدی کنه پولدار بشه. از راه دزدی میشه پولدار شد. کلا بذاری سر مردم. از راه‌های مختلف میشه به قدرت رسید. میتونی منطق ماکیاولیستی داشته باشی، بگی آقا هدف وسیله رو توجیه میکنه، بعد بری با دوز و کلک بخوای برسی به جایی. با رانتخاری میشه پولدار شد. شانست بزنه یه وزیری، وکیلی، نماینده مجلسی کسی از تو خوشش بیاد. 2000 تا وام به انهای مختلف به شما میدن. شما میتونی به قدرت برسی، باباتو بکشی، ننه‌تو بکشی، بچه‌تو بکشی، هموطنتو له کنی، پارتی بازی کنی، بری خط قرمز نداشته باشی، خودتو در اختیار دیگران قرار بدی، بشی چماق دست اونا، یه چیزی هم حالا بدن، یه پست و مقامی هم بدن به تو. تمام خط قرمزا رو میذاره زیر پاش که بشه رئیس فلان اداره. لنگ میندازه جلو یارو، تملق میکنه، یک کارایی که از نظر خلق انسانی کارای پستیه. هر کار دوست داری بکنی بکن، میمیری. ولی دم همون داشای قدیم گرم، با شاف آلوده نمیخوردن، سرخم کنن جلو کسی، فقط رو مرام سرخم میکردن و بس. دم همون داشای قدیم گرم. هیچی مثل محبت جواب نمیده، بقیهش کشک آقا. هیچی. من میگم پولو میخوای واسه چی؟ موقعیتو میخوای واسه چی؟ قدرتو میخوای واسه چی؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای تو دنیا زندگی کنی بهت خوش بگذره؟ خاخه اونایی که دزدیدن، من بعضیاشونو میشناسم اصلا حالشون خوب نیست، اصلا هم عشق نکردن. دزد همش از دزد میترسه، بهش خوش نمیگذره. تاریخو برید بخونید ببینید چند تا دزد عاقبت بخیر شده، چند تا متکبر عاقبت بخیر شده، چند تا متجاوز عاقبت بخیر شده، چند تا دیکتاتور عاقبت بخیر شده. همون دور و بریاش میکشنش اگه خودش از جنون خودکشی نکنه. هیتلر کو همه دنیا رو گرفت، چجوری شد؟ عاقبتش چی شد؟ ناپلئون کجاست؟ فرعون کجاست؟ و فرعون ها کجا؟ تموم شد رفت. هر کار دوست داری